این سوال برای شما خیلی پیش اومده که چرا خمینی زمان شاه یک انسان بی سواد زمان شاه محبوب شد. در این ویدیو میخوایم بهش بپردازیم. من از این کتاب نقل قول میکنم، همونطوری که شما در صفحه دارید میبینید. میگه که اگر شاه اومده بود کتابهای خمینی رو به هر کسی میداد، یعنی میلیون ها بار چاپ میکرد و به هر کسی میداد که بخونه یا قسمت های از اون رو در می آورد توی کتابی می نوشت و پخش میکرد بین ایرانی ها که اونها بخونن، هیچ وقت خمینی محبوب نمیشد. اما همیشه ما میدونیم گفتن که از تاریخ باید بیاموزیم. ما این صفحه رو زدیم، این صفحه متعلق به شما، چندین بار دعوت کردیم آخوندها رو به مناظره تا مسلمانان ناآگاه آگاه بشن و از این دین خرافی در بیان. و شما چه کار میتونید بکنید؟ این ویدیوها رو به اشتراک بذارید تا مردم ایران آگاهتر بشن. من به شما قول میدم، حتی من توی صفحه من به اشتراک گذاشتم سخنان یک آخوندی که میگفت اگر ایرانی ها آگاه بشن ما دیگه هیچ کاری نداریم، یعنی هیچ کسی دیگه به اینها گوش نمیکنه. این به من و شما بستگی داره که آیا ما دوست داریم واقعا به حقیقت برسیم؟ آیا برای آگاه کردن مردم تلاش میکنیم یا نه؟ به خاطر همینه که ما همیشه میگیم باشد که راستی بر دروغ پیروز شود.